سلام علیکم بیننده های عزیز. این غذای جدید ما به نام زلبر اوکساید است که امروز خدمت شما تقدیم میکنیم. امید است که طرف این اول پیاز انداختیم. اول این حاله سر پیاز و گوشت باید یک جای سرخ شود. این حاله یک ذره سیب میندازیم به خاطر که گوشت اینال ما اینمو رو امروز در پروگرام ما هست که برای شما محترمین این رو تقدیم کنیم. اینال باز گوشت سرخ شد، گوشت و پیاز که خوب سرخ شد، مزه گوشت پیاز مزه گوشت گرفت، گوشت مزه پیاز گرفت یک کم سرخ شد. اوجا او میکشه در روغن داره باز ایش در شامپینیون سمارق که انداختیم باز روغنا و چرگیش رو جذب میکنه، سمارق جذب میکنه. اینا آفرین، اینا خلاص، الله اکبر. برو اینا رو شامپینیونش قشنگی روغنش جذب میکنه. این حال پیاز ما خوب روغن کلش جذب کردیم و یک ذره سرخ هم شد. این شامپینیون سمارق سرخ شد. این یک ذره دیگه میمونیمش. دومیزه بوره و رامسوسه رو که انداختیم باز شلگزه رو میندازیم. این گومیزه بروهش بس است. این حال شلک زنی رو میندازیم در این خود قیماق هست. با سر قیماق اینی پودر ای برادر گل ای میشه چیز رام سوسه است دیگه. ما در فارسی نداریم، همین رام سوسه قبولش کنین خلاص. این حال رام سوسه رو که انداختیم این خوب هم میزنیم. این گمیزه بوره رو پیشتر هم انداخته بودیم، ما گفتیم باش که چیزش بوره شوه خوب. یک ذره دیگه هم انداختیم. اینی هم نودلش آماده است، نودلش گرم کردگی است. این حال این شد چی شد؟ زلبر اوکساید نامش شد. اینی هم مکرونی بغل غذایش. نه اینه اشتیای خوب دیگر. اینه کتی قاطی میکنی، کتی قاشق نوش جان میکنی، نوش جان.